شاید برای شما هم سوال باشه که چجوری همچین استایل متنی رو درست کنیم. نگاه کنید، همینجوری بیاد با این استایل، با این گلو، با این لایت سویپ و با این افکت کلمه که میاد. خب حالا چجوری همینو توی افتر افکت پیاده کنیم و چجوری اینا رو درست کنیم؟ بزن بریم. سلام و درود دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدید از این کانال و یه آموزش دیگه ای از این پیج. ببینید امروز قرار براتون آموزش بدیم که چجوری همچین استایل متن و همچین افکتایی که الان براتون نشون دادم درست کنیم توی افتر افکت. خب ببینید خیلی ساده است. همینجا الان زود میگم بهتون که برید حالشو ببرید توی ادیت های حرفه‌ایتون استفادهش کنید. ببینید شما برای اینکه این همچین استایلی بدید باید چند تا پلاگین نصب کنید روی افتر افکتتون. چند تا پلاگین که نه، اگه میخواین که مثلا افکت گذاریتون سریعتر بشه، حالا من امروز اینو آموزش نمیدم، ولی شما میتونید این پلاگین اتمیکس رو دانلود کنید. این اتمیکس یک پلاگینیه که خیلی عالی و روون، هر افکتی که بخواید رو میتونید از اینجا انتخاب کنید و خیلی هم چیزمیز و خرت و پرت زیادی داره دیگه. شما میتونید همچین چیزی رو استفاده کنید، ولی من امروز این آموزش نمیدم و تنها پلاگینی که باید توی افتر افکتتون نصب کنید FX کنسول رو نصب کنید. حالا از هر کجا که نصب میکنید بکنید، برید تو سایت بیتکرافت و FX کنسول رو نصب کنید. همین پلاگینی که الان بهتون میگم رو هم برید توی بیتکرافت دانلود کنید و نصبش کنید و حالش رو ببرید. میزنیم کنترل اسپیس و اینجا میزنیم چی؟ دیپ گلو. فکر کنم همتون ازدم یه بار شنیدید این افکت معروف و محبوب رو. این دیپ گلو رو برید از بیتکرافت دانلود کنید و دیپ گلو یکی از اساسی ترین افکت های تکسمونه. حالا ما اینجا چند تا تنظیمات میزنیم، حالا هر تنظیماتی که بریم همشون روش کار میکنن. حالا ما یه چند تایی نمونه هم براتون الان نشون میدم. خب ببینید اینو، ببینید چه جوری میاد افکت. میبینید یا مثلا اینجا، حالا میبینید گلوش وسطش سفیده، گلوش خودش آبیه، ولی اینجوری نیست. اینجا من هر کاری بکنم، بذارید تکست رو انتخاب کنم، ببین اینجا من هر کاری هر رنگی بزنم گلو هم همون رنگی در میاد. خب اینو چیکار کنیم؟ تنظیماتش خیلی ساده است. این دیپ گلو شما سفید رو انتخاب کنید، تکست رنگ تکستتون سفید باشه. شما میاد اینجا توی تنظیمات دیپ گلو تینت رو میزنید و اینجا یه دونه انیبل داره، تیکه اینو فعال میکنید. حالا این قرمزه همینجوری پیش‌فرض این افکت بود، ولی هر رنگی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. هر رنگی که و وسط این تکستتون سفید باشه. این خیلی پر استفاده بود. حالا میگه چرا این افکت دیپ گلو انقدر اکسپوژرش زیاده؟ خب بیاید اینجا اکسپوژرش رو کم کنید دیگه، بزنید مثلا 2 دهم، حالا یکم کم باشه. حالا روی هر ویدئویی یا عکس یا هر چیزی که دوست دارید میتونید بذارید و این تنظیماتش رو خودتون درست کنید. الان مثلا من اینجا میزنم سبز، مثلا زرد. این یه استایل که میتونیم به متنامون بدیم. فقط یه دونه دیپ گلو زدیم و توی تنظیماتش باهاش کار کردیم. حالا یه دونه تنظیمات دیگه هم داریم. حالا چند تا افکت دیگه هم باید بزنید. یکی هم مثلا بذارید اینجا اینو مثلا تغییر بدم. ببینید مثلا این، حالا بذارید من اینو یکم، ببینید الان مثلا اینم یک تکست دیگه است. رنگ اینو حالا ما خود رنگش هم زرد میکنیم. الان میبینید زرده، میزنیم روش و میزنیم دراپ شادو. دراپ شادو رو نمیخواد پلاگین بزنید، خودش روی همینجوری روی افتر افکت نصبه. و بعد اینکه روی دراپ شادو زدید اینجا بیاید، حالا من چون صفحه سیاه نمیبینید اینو میزنم که راحت تر ببینید. ببینید اینجا ما اوپاسیتی رو 100% بکنیم. بذارید دیپ کلو رو ببندم. ببینید اینجوریه تکسمون، اگه دقت داشته باشید تکسمون اینجوریه، میبینید. حالا ما یکم بذار تنظیماتش رو کار کنیم. اگر مثلا این درجه‌ای که دایرکشن اینو بچرخونیم، هر جایی که دوست داریم سایه رو میذاریم اونجا. اینجا دیستنس داره، دیستنس یعنی اون دوری با نزدیکی سایه به تکست. حالا این اندازه خیلی خوب تره، یکم نزدیکتر، تقریبا 5. حالا پیش‌ورز دیگه، به شما پیشنهاد میدم 5 رو بزنید. اینم سافتنسه. اگه سافتنس رو بیشتر کنید این سایه‌تون پخشتر میشه و نرمتر میشه، ولی اگه کامل صفرش کنید سایه‌تون تیز میاد. به نظر من اولین دراپ شادوتون رو اینجوری تنظیم کنید، بعد روی دراپ شادوتون بزنید کنترل دی رو بزنید، 2 تا بکنید دوپلیکیت بشه،
اینو سافتنسش رو بزنید 10 و این دیستنسش هم بزنید 0. خب و بعدش دوباره همین دراپ شادوی اولی دومی نه ها اولی رو دوباره کنترل دی رو بزنید و بعدش اینجا اوپاسیتی رو بزنید 50% و اینم کاملا برعکس کنید، یعنی چون 120 ما میزنیم 280. یکم هم دیستنس رو میزنیم تو. الان این بهترین تنظیمات. حالا شما هر جوری دوست دارید میتونید این دراپ شادوتون رو تنظیم کنید. حالا این دراپ شادومو بذارید دیپ گلو رو هم روشن کنم. میبینید دیپ گلو باهاش چقدر بد شد، چون دیپ گلو بالاترین افکته، برای همین پخش میشه رنگا. اگر دیپ گلوتون رو بندازیم پایین ترین نقطه، نگاه کنید دیپ گلو رو انداختم پایین ترین ردیف، الان درست شد. الان دیپ گلو فقط این خود تکست رو بهش گلو میده، دیگه به این دراپ شادوها گلویی نمیده. بعد اینکه اینو زدید الان یه دونه افکت دیگه هم داریم، افکت لایت سویپ. لایت سویپ خیلی تاثیر داره ها، لایت سویپ خیلی تاثیر داره. من روی همین روی این که نه روی قبلی اون چیه هاد اجازی فر بود، توی اون من لایت سویپ استفاده کردم. بزنید روش یه افکت هست لایت سویپ، اینها سی لایت سویپ، اینو انتخاب کنید. یه نقطه هست، خب مثلا یه جور خطه، دیدید مثلا توی تبلیغات یا مثلا روی تبلیغات ساعت یا هر چیزی یه درخششی میاد اینجوری میاد میره، این لایت سویپ همین کارو میکنه. ولی ما بیشتر اون استفاده رو نمیبریم چون حالا یه افکت خوبی بهمون میده. ما با این کاری نداریم چون اینو 90%، من قبلا اینا رو 90% میذاشتم و بعدش میومدم اینو زیاد میکردم ولی خیلی بد میشد. حالا نمیدونم شاید بعضیا دوست داشته باشن ولی اینو شما 30 درجه بذارید، میگم 90% باید درجه بگیم، شما 30 درجه رو بذارید و اینجا این که عرضه اینو شما زیاد کنید تا جایی که این آخرین حروف ها رو بگیره. حالا من 400 زدم، فیکس 400. حالا اج اینتنسیتی من خیلی زیاد شد، یکم کمش بکنم. الان ببینید این خودش یک، حالا اینم حواستون باشه ها، اگه تکستون رو اینور اونور ببرید لایت سویپ همون جای خودش میمونه. میبینید الان مثلا من میبرم اینجا، دیگه اینجا لایت سویپ نمیاد، فقط اینجا میاد لایت سویپ. خب چیکار کنیم این لایت سویپ اینجا ثابت بمونه؟ ما اول میزنیم وسط بمونه و بعدش اینم جاشو درست میکنیم و بعدش میایم این تکستمون رو کنترل شیفت سی رو میزنیم و به کامپوزیشن تبدیل میکنیم و این تیکا رو میزنیم به کامپوزیشن تبدیل میکنیم. الان ما تکستمون رو هر جایی ببریم این خودش ثابت میمونه. ولی اولش پیشنهاد میدم که افکتاتون رو همه چیتون رو بزنید بعدش این کارو بکنید. حالا بذارید من یه استایل دیگه هم از اونم بهتون بگم بعدش بریم سراغ افکتا. خب دوستان براتون الان یه شیپ درست کردم که این استایلی که بهتون میگم رو راحت تر درک کنید. حالا ما الان اینجا یه چیزی میزنیم، شما هر رنگی که دوست داشتید رو بزنید و بعد اینکه رنگش رو درست کردید بیاید اینجا توی مود، اینجا توی تکست لایتون اینجا روی مود بزنید و اینجا نورمال داره، اسکرین داره، اوورلی داره، همونایی که ما قبلا میزدیم. ولی شما روی دیفرنس بذارید اینو. وقتی روی دیفرنس بذارید شما این متن رو هر جایی که ببرید اینو یه جوری نشون داده میشه. چرا؟ چون هر جایی که ببرید پایین لایش همون رنگی رو میاره که برعکس این لایه است. الان مثلا روی آبی که گذاشتم برعکس آبی، تضاد آبی این نارنجیه، این رنگ نارنجیه. خب اگر بیارم روی سیاه سفید میشه، اگه بیارم روی این خط سفید اگه دقت کنید سیاه میشه. اینجا میبینید اینجا خیلی خوبتر درک میکنید. الان ما میخوایم روی این افکتی که اینجا گذاشتیم ببینید چطوره. الان اینجا کلمه به کلمه میاد، اول یه دونه هی میاد، بعدش تور میاد، بعدش تروف میاد، میبینید کلمه به کلمه میاد کلا. الان همه اینا رو بهتون توضیح میدم. شما برای اینکه کلا این افکت رو بزنید که اوپاسیتیش کلمه به کلمه میاد روی تکستون بزنید، این فلش رو بیارید پایین، انیمیت هست روی این مثلث بزنید و اینجا روی اوپاسیتی بزنید. اوپاسیتی قشنگ گوش کنید، اوپاسیتی اینو از 100% بکنید 0% و رنج سلکتور رو بزنید تیکشو و بعدش اینجا یه دونه استارت داریم یه دونه اند داریم. اگر استارت رو از 0% بدیم به 100% از اینجا شروع میکنه و اینجوری میره. شما اینجا ساعت این استارت رو فعال کنید تا این کی فریمش فعال بشه و یک کم بیاید جلوتر و اینو 100% بکنید. حالا ببینید چطور شد.
میبینید انگار داره تایپ میکنه. خب ولی ما نمیخوایم حالا اینجوری بیاد. نگاه کنید، یکم دورش کنم. ما نمیخوایم اینجوری حروف بیاد. ما میخوایم مثلا کلمه بیاد. چیکار کنیم که کلمه بیاد؟ اینجا یه ادوانس داره، اگه ببینید روی ادوانس میزنیم و اینجا خیلی تنظیمات داره. ما با هیچ کدومشون کار نداریم، فقط اینجا بیست آن هست. بیست آن روی کاراکترزه. ما این کاراکترز رو میزنیم روی ورد. خب اگه روی ورد بزنیم الان اینجا هر کلمه‌ای که بیاد با کلمش میاد دیگه، حروف نمیاد. اگه دقت کنید الان بذارید یکم سریع‌ترش بکنم. خب ببینید، دیدید؟ به این میگن افکت گذاری. حالا ما اگه بیایم یکم استایل بهش بدیم، چون این حالا خیلی ساده است، نگاه کنید همین جوری میاد و بعدش یه اوپاسیتی بذاریم. حالا اوپاسیتی رو 100%، بعدش 0%. خب این تکست ما نگاه کنید چجوریه. خب ما اگه بخوایم اینو از سادگی در بیاریم، میتونیم روش بزنیم اس رو بزنیم، اسکیلش رو فعال کنیم، اینجا کی فریم بزنیم، اینجا بزنیم 120 و آخر لایه هم بزنیم 140، حالا 145. خب حالا ببینید چطور شد. دیدید؟ الان مثلا ما فرض کنیم چند تا تکست پشت سر هم داره میاد. ببینید چطور میشه. بذارید من اینو بزنم روی هاف راحت تا رندر بگیره. دیدید؟ حالا ما میتونیم رنگش هم عوض کنیم. اینجا میتونیم مثلا این رنگ رو بذاریم. ببینید چطور شد. میبینید به این میگن تکست گذاری. اینجا میبینید سبز اومد، چون اینو یادتون نره که وقتی اینجا رنگشو عوض میکنید اینجا هم رنگشو عوض کنید، حتی اینجا. خب ببینید الان تکستمون اینجوری در اومد. حالا ما برای اینکه یکم دیگه هم تکست این استایل بدیم، پوزیشن رو میزنیم، پی رو میزنیم و اینجا کی فریمش رو فعال میکنیم، یکم میاریم پایین تر، اینجا میایم آخر لایه و میذاریم بالاتر و اینو انتخاب میکنیم، F9 رو میزنیم و میایم روی گراف ادیتورش و اینو تا آخر میزنیم به این ور که اینجوری بشه استایلش. الان بذارید همین کی فریم رو به اینا من کپی کنم، ببینید چطوری شد. میبینید چه استایل خفنی گرفت. به همین سادگی افکتمون رو گذاشتیم روی تکستامون. این همون چیزیه که شما توی ادیتای خفن اینستا میبینید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت یادتون نره، بهم انرژی بدید تا من از این ویدیو بیشتر براتون بذارم. امیدوارم همتون سالم و سر حال بمونید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون باشه.